اینجا برخوردی دو образ بگیم. عکس‌های نوروز سعیدов عکاس و نواربرداری جوانی تاجیک ظاهراً تنها نقش‌های زیبایی است. خودی او نیز میگوید شاید این عکس‌ها از نگاه دیگری بیننده از کدام داستان دیگری نچندان زیبا و خوشایند قصه کند. اما من آن همه را زیبا نمایش دادن می‌خواهم. زیبایی هدف دوربینی من است. وظیفه عکسبردار یا فیلمبردار حتما که باید اگر پرتوگاه رو هم که ثبت کنی باید در اونجا زیبایی ببینی، در اون پرتوگاه باید زیبایی بناورگیری یا عکس برداری کنی. من هر چی دیدم فکر میکنم من تنها زیبایی دیدگی. چشمان دوربین نوروز جوان هنوز 10 سال پیش در باغ مرکزی دوشنبه چهره ساکنان را میجست و عکاسی میکرد. هر روز آن دوربین یک چهره را میدید و عکس میبرداشت که رنگها و ظاهری متفاوت از دیگری داشتند. این رنگها و تفاوتها او را به دنیای بازتری نواربرداری برد. نواربرداری در تلویزیون سفینه راه نوروز را به فضای رنگینتر و متفاوت و تضادهای روزگار مردم وارد کرد. تاریکی هست و روشنی هست و شکست و ریخت هست و زندگی هست که امید هست. این امیدی هست که یعنی ما امید هست که زندگی ادامه دارد. چشم دوربین نوروز پس از سفرها به خارج کشور و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف روشنبین‌تر شد. طبیعت، روزگار، فرهنگ و ظاهر و باطن‌ها را در قیاس می‌گذاشت و این مقایسه روی صحنه‌های ثبت کرده عکسگیر و نواربردارش آشکار می‌شود. تا روزی که با پا روان شد کودک از درون خانه از گهواره تا همو بینای درون بینای همو خانه ها که بگیم چی میدانست میدید و اولین کشفیاتش همین بود که این با پاچه روان شده تا در دهنی دروازه خانه آمده است. دوربین نوروز عکس برداشتن آنچه زاده طبیعت است دوست می‌دارد. زیرا زندگی انسان‌ها نیز برگرفته از مثال طبیعت است. او میگوید هرگاه فیلمبرداری به گوشه‌های طبیعت می‌رود حتما چشمان دوربینش صحنه‌ای از طبیعت را پیدا می‌کند که ناتکرار و داستانی است. در فیلمبرداری در بیشتر از 10 فیلم در سالهای اخیر در گوشه‌های مختلف کشور شب را روز کرده و با روزگار مردم و جغرافی آن گوشه دیار آشنا شده است. این عکس نام دارد نمایشگاه عشق و این اسباب‌های موسیقی که در این آویزان هستند ثمره خود همین درخت هستند. نوروز میگوید اگر نفری میخواهد فلسفه انسانها را درک کند باید عاشق طبیعت باشد. طبیعت نقاشی است که فلسفه زندگی گروه از انسانها را که به قتل و کشتار همدین و همفرهنگ و همزبانهای خود کمر بستند و هدف سوزندگی دارند نه سازندگی به سادگی تصویر میکند. به خصوص در یک عکس گویا هدف و آثار خصومت گروه‌های افراطگرا و تروریستی نقاشی شده است. این برای درنده یگام ارزشی ندارد. مثلا گرگ برای یک لفظ گوشت زده اینا خورده است شاخ پرتفته است اما چیزی قیمتش پرتفته است رفته است. در نمایشگاه نخستین عکس‌های نوروز سعیدов حدود 90 عکس گوشه از آثارخانه ملی تاجیکستان را آرام می‌دهد که هر کدام داستانی را قصه می‌کنند. این قدم نخستین اما نهایی نوروز نیست. تصمیم دیگر در موضوعهای جدی‌تری است که مخلصانش را منتظر خواهد کرد. آرزویش این است که داستان عکس‌هایش به نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز راه یابند. خیلی در سطح بلند برداریم.